شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر با برگزاری جشنواره زیر نام محصلان ممتاز از 1000 محصل برتر پوهنتون‌های مختلف شهر کابل تقدیر کردند. در این جشنواره محصلین دوره‌های لیسانس و ماستری 23 پوهنتون خصوصی و 3 پوهنتون دولتی شهر کابل اشتراک ورزیده بودند. 3 تن از محصلین برتر این پوهنتون‌ها در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند: این یک فکر خوب است، یک مفکوره خوب برای جوانان که هستند میخوان تغییر بیارن در جامعه، در کشور میتوانند شرنه مثل که کشورهای خارج و دیگر کشورها تغییر میتونن آورده. ما هم انسان هستیم، همو بشر هستیم، میتونیم به تغییر و تحول و تداوم هر چیزی که میخوایم مثلا میتونیم بیاوریم. می‌بینیم که بیشتری از تغییراتی که در جامعه رخ داده، در هر کشور رخ داده، این از طریق بیشتر توسط جوانان از این میتونه نقش داشته باشه و برگزاری چنین جشنواره‌های میتونه بسیار تاثیر داشته باشه. اولش بالای خودم که یعنی من بیشتر تشویق کرد تا دوباره کوشش کنم در درسام تا بیشترین جاهای بلند برسم. یک محصل برتر یا بهتر محصل هست که همیشه پشت کار داشته باشد، همیشه البته احساس مسئولیت بکنن و همیشه درست خود جدی بگیرن. با گفته این مسئولان شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، این 1000 محصل برتر از جمله محصلین درجه اول، دوم و سوم صنوف خود هستند. از سوی دیگر فیض محمد زلاند، یک تن از استادان پوهنتون کابل، میگوید محصلین باید بیشتر از این تلاش کنند. در قرن 21 ممتاز محصل، ممتاز جوان کسی است که تولید داشته باشه، بار جامعه نباشه. ما شما ممتاز فارغ میشیم، بار جامعه میباشیم، به خاطر که خود ما تولید نداریم، نه کدام اداره را جور میکنیم، نه کدام فابریکه را جور میکنیم، نه کدام اختراع را به میان میاریم، نه کدام حرکتی. انتظار میکشیم پروژه بگیریم. در عین حال احمد شاه سنگدل، رئیس یکی از پوهنتون‌های خصوصی، بر رادیو آزادی گفت که تلاش‌های محصلین می‌تواند در بهبود وضعیت نهادهای تحصیلی کمک کند. امی تزیس هایی را که امروز محصلین ما فارغ شده و این تزیس هایی را که اینا دفاع کردن، این خود از یک بخشی از تحقیق برای دولت عطا می باشه. دیگه کشورهای دنیا مواد اصلی و اساسی را از ریسرچ و تحقیق و تزیس ها و مونوگراف هایی که محصلشان اونا ختم میگی، خود از یک مواد است که خام است، ولی در مرکزهای بعدی از اینا میتونن که استفاده بکنن. جشنواره محصل برتر در حال برگزار می شود که نظر به برخی گزارشات، نهادهای تحصیلی افغانستان با مشکلات زیاد روبرو بوده و حتی با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیستند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.